حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی عزیز که مثل دوشنبه‌های گذشته قدم به چشم حقیر گذاشتن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات رزق‌افزون، آرزوی قبول طاعات، عبادات و مجالس محافلی که شرکت میکنید، برنامه هایی که پیگیری میکنید. هر عبادتی برای ما یه نورانیت ایجاد میکنه. مثلا نماز نفس انسان نورانی میکنه. صلات اللیل نور المؤمن. یه نماز شب نورانیت به انسان میده که قابل وصف نیست. اما این فرض که مثلا یک نماز شب، حالا به عنوان مثال عرض میکنم، یعنی اون نور غیر از این نور فیزیکی است. اگه فرض که مثلا نماز شب به اندازه 5 تا نورافکن نفس انسان نورانی کرده باشه، 1 ساعت تعلیم و تعلم به اندازه 10 خورشید نورانی میکنه وجود انسان. خب این دنبال علم بودن، دنبال معرفت بودن. از برخی از بزرگان سوال کردن اگر ما شب قدر رو درک کردیم چه کار کنیم، چه عبادتی انجام بدیم که از همه بالاتر باشه؟ گفتن تأثیر علم. از شب قدر هم تأثیر علم از هر کاری مفیدتر است. انشاءالله که با سوالهای خوب دوستان ما هم وارد این حوزه علم بشیم و وجودمون رو با معارف اهل بیت علیهم السلام نورانی کنیم انشاءالله. الهی آمین انشاءالله، به دعای خیرتون. خب اگر اجازه بدین ما سوالات مردم رو شروع بکنیم به پرسیدن که منتظر هستن ببینن که نوبت طرح سوالشون شده یا نه. 3720 سامانه پیام کوتاه ماست، تنها جاییه که ما سوالات شما رو دریافت میکنیم. 162 هم شماره روابط عمومی سازمان هست که اعلام نظر میتونید بفرمایید راجع به این برنامه. خب گفتن که عرضم حضور شما که ما بالاتر و والاتر از خداوند متعال نداریم، چرا در ادعیه و خطاب به خدا از کلمه تو استفاده میشه و از کلمه شما به احترام استفاده نشده؟ بله، این که بگیم ما بالاتر از خدا نداریم، در واقع مقایسه خدا با مخلوقه. بگیم که ما هستیم او از ما بالاتره. بله. و این غلطه. این خود این مطلب، خود این عبارت درست نیست. امام صادق پرسید که الله اکبر یعنی چه؟ راوی گفت یعنی خدا از همه بزرگتره. اما خب پس شما خدا رو آورید در کنار بقیه، اونا بزرگن، خدا چیه؟ بزرگتر. در حالی که خدا دقیقاً من داشتم الان به همین موضوع فکر کردم، می‌خواستم بگم خب پس الله اکبر هم نباید بگیم چون اینجوری معنی میشه. ما خدایی که مثل مانند نداره آوردیم مثل مخلوق قرار دادیم، در ردیف مخلوق قرار دادیم، بعد میگیم اون خالق از مخلوق بالاتره خب بزرگتره. در حالی که اینجوری نیست. ترجمه درستش چیه؟ خدا بزرگتر از آن است که توصیف شود، وصف شود. بله، بزرگتر از آن است که شما بتونید وصفش کنید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون. او منزه است از اینکه کسی بتونه رو وصف کنه. خدا بزرگتر از اینکه قابل توصیف باشه. پس این جمله که خدا از همه بالاتر و بالاترین درست نیست. اشتباه. یعنی مقایسه خدا با مخلوق، در حالی که لیس کمثله شیء فی الذات و صفات. نه در ذات نه در صفات خداوند مثل مانندی نداره. مطلب بعد این که با توجه به این که شما برای جمع اختراع شده، وضع شده، اگر ما این کلمه که ذاتاً برای جمع وضع شده نه برای فرد، برای خدا به کار ببریم، وحدانیت خدا رو شاید مثلا این توهم ایجاد میشه پس خدا هم یکی نیست. ولی احتیاطاً باید از اون احترامی که حالا تو بعضی از فرهنگ ها هست که وقتی میخوان کسی رو احترام کنن به جای تو میگن شما. فرهنگ خودمون هم هست دیگه. آره، اینو باید از صرف نظر کرد چون اون تالی فاسدش خیلی بزرگتر از این حرف هست. درست. و همین دلیل هم ما لفظ جمع رو برای خدا به کار نمیبریم. مطلب بعد این که گاهی با توجه به
کارگزاران خدا، مدبرات امر خدا، فرشتگانی که دستن در کارن، اولیاء خدا، در قرآن هم لفظ جمع استعمال شده. انا انزلناه فی لیلة القدر، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، انا اعطیناک الکوثر. این جمع ها با دو وجهه، گاهی به خاطر دستاندرکاران و اون واسطه هایی که تو کار هستن، فرشته ها و اینا، بله، به اعتبار اونها ضمیر جمع اومده. ما قرآن رو به وسیله فرشته ها نازل کردیم بر شما. گاهی هم نه، اون موضوع انقدر مهمه که باید مراعات شأنش بشه. کوثر انقدر بزرگه که باید ضمیرش هم چی بیاد؟ جمع بیاد. انا اعطیناک الکوثر. اون به اعتبار اون کوثر بودن کوثر، نه به اعتبار وسائط و اینها. اونجا دیگه وسائطی در کار نیست. پس تو قرآن هم جمع اومده، منتها هم که عرض کردم احتیاط اقتضا میکنه که انسان درباره خدای متعال نفس جمع به کار نبره که این توهم و تصور پیش نیاد پس خدا شریک داره. خیلی خوب، دست شما درد نکنه. گفتن اگر مردم یک کشور مانند ایران راضی نباشند که از بودجه کشور به روحانیت حقوق و مزایا بدهند، آیا حقوق روحانیت حرام می شود؟ اگه صداقت در برنامه‌تون دارید پیامک بنده رو بخونید. از لرستان بزرگواری این پیامک فرستادن. ما همیشه تو برنامه سعی کردیم که صادق باشیم. چند نکته رو عرض می‌کنم. اول این که روحانیون از دولت حقوق نمیگیرن. شهریه هست، شهریه هم وجوهات شرعی مردمه، بر مردم واجبه که خمس بپردازن. اون حاکم اسلامی یا مرجع تقلید ممکنه بخشی از این خمس رو، نصفش مال سادات فقیره، اون هیچ، اون نصفه دیگرش رو ممکنه که بخشیش رو به عنوان شهریه به طلاب داده بشه. اولا بخشی از این چیز هست، ثانیاً همه طلاب شهریه نمیگیرن. بنده که خدمتشون هستم هیچ شهریه نگرفتم و نمیگیرم. اسم بنده تو هیچ دفاتر مراجع نیست، ثبت نشده. اینجوری نیست که همه طلاب بخوان شهریه، ولی الان خبر ندارم دقیقاً که مثلا فرض کنم، ولی یقین دارم که این مبلغ خیلی ناچیزی کمترین، مثلا فکر کنم حد اکثر 2 میلیون مثلا در ماه شهریه. کی طلبه‌ای که زن داره، بچه داره، مستاجره و خب حالا همه وقتشو گذاشته برای علم آموزی برای دین و اینها. خب پس این که همه حقوق میگیرن، حالا حقوق نیست، شهریه هست و شهریه هم از وجوهات. و ثانیاً همه این کارو نمیکنن، کسان این کارو میکنن که راه دیگه ندارن و براشون ضرورت داره. درست. این که آیا دولت اگر حقوقی به اینها بده مشروع هست یا نیست، دقیقا مثل این مونه که اگه مردم راضی نباشن دولت یک پل بسازه، از اون رو پل نباید عبور کرد چون مردم راضی نیستن دیگه. یا به تعبیر دقیق‌تر، اگر دولت میخواد یه مدرسه‌ای در یه روستای دور افتاده بسازه، باید از مردم اجازه بگیره و اگه مردم اجازه ندارن اون مدرسه دیگه مشروع نیست مثلا اونجا بخواد. یک دبستان مثلا فرض کنید که 1 کلاسه 2 کلاسه اگر بخواد در دورترین نقاط کشور ساخته بشه، باید دولت از مردم اجازه بگیره. وقتی مردم دولت رو انتخاب کردن، دولت تصمیم میگیره کجا هزینه بکنه کجا هزینه نکنه. این که بخواد مردم مرتب نظر اصلا ممکن هست. نمیشه که تو هر امری مردم به نظر کلی دادن انتخاب کردن. همین دولت انتخاب کردن، حالا هر کار دولت میکنه مشروعه. اگر بخواد همه رو با رأی مردم میگن ما راضی نیستیم که شما مثلا فرض کنید که مدرسه بسازی، ما راضی نیستیم که شما جاده بکشی، ما راضی نیستیم که شما خرج نیروهای نظامی کنی، ما موشک نمیخوایم، ما وقت میشه حکومت میشه یا نه اصلا حکومتی باقی نمیمونه. کجای دنیا رسمه که دولت وقتی میخواد یه کاری انجام بده از مردم چیه؟ اجازه بگیره. بعد مردم گفتن ما راضی نیستیم. نه، این در واقع یه بار اجازهشو گرفته. بله. هر 4 سال یه بار که اینجا رئیس ریاست جمهوری انتخابات میشه، مردم انتخاب میکنن یا مجلس نماینده ها رو انتخاب میکنن، تصمیمات اونجا گرفته میشه. عاقلانه نیست که انسان بخواد دولت بخواد برای هر کاری مثلا فرض کنید که الان
حالا البته گفتم که حوزه ها حقوق نمیگیرن، طلبه حقوق نمیگیرن. شهری است و مقدار ناچیز. اونم از دولت نیست. ربطی به بودجه دولت نداره. حالا فرض کنیم مثلا از بودجه دولت میگیرن. چند درصد بودجه دولته؟ چند در هزار بودجه دولته؟ مثلا 1/1000. شما روی 1/1000 صحبت میکنید ولی تو 999 در 1000 صحبت نکنید. مطلب بعد این که کی گفته که همه مردم راضی نیستن؟ نباید انسان خودش رو چیکار کنه؟ نماینده همه مردم تلقی کنه. کی شما رأی گرفتید که مردم شما راضی هستید یا راضی نیستید؟ چرا ادعا میکنید مردم راضی هستن یا نیستن؟ خودشون رو بعضیا نماینده همه مردم میگیرن. همینطوره. فکر میکنه چون خودش نظری داره، این نظر خب باید حتما رأی گرفته بشه ببین نظر چی هست. نکته که اینجا من عرض میکنم اینه که دوستان توجه داشته باشن، ما وقتی پای دین که در میاد خیلی اقتصادی میشیم، خیلی حساس میشیم، خیلی حلال و حرام سرمون میشه و از این حرفا. یه طلبه‌ای که من عرض کردم بنده خدمت شما هستم، اصلا تو کل همه عمرم نه شهریه گرفتم نه یارانه میگیرم نه این چیزا اصلا نداشتیم چون نیازی نداشتیم. اولش خیلی از روحانیون همینطوره، خیلی از روحانیون اینجوری هستن. اما حالا یه طلبه‌ای که دستش از همه جا کوتاه است، داره شب و روزم درس میخونه، چند برابر جاهای دیگه داره درس میخونه، 40 سال باید تحصیل کنه تا بتونه پاسخگوی مردم باشه. و وقت کارش چیه؟ خدمت به مردم. یه وقت یه پزشکی است که به بدن مردم خدمت میکنه، خب محترم، این داره به روح مردم خدمت میکنه، به جان مردم خدمت میکنه. اون علوم تجربی به درد دنیا میخوره، دنیا به هر حال میگذره. کار طلبه برای آخرت همیشگی است. ما اینجا که میرسه انگار مثلا طلبه دیگه آدم نیست، زندگی نباید بکنه، زن و بچه نداره. آقای غلطی میگفت که اسب حضرت عباس هم جو میخواد، زن و بچه این طلبه هم زندگی دارن دیگه. از یه جایی باید تامین بشه. خود اسلام، خود دین این کارو کرده، گفته بخشی از وجوهات رو بدم به این طلبه. توجه بشن دوستان که حتی خود مراجع انقدر احتیاط میکنن، انقدر دقت میکنن. شاید یکی مثلا فرض کنید که کسانی که حال دستون بیشتر باز هست، از دست بازترین مراجع ما حضرت الله عرض آقای مکارم باشه. بله. ما خدمت ایشون بودیم، گفت من خودم هر سال خمسم رو حساب میکنم و پرداخت میکنم. صورت حسابش هم این صورت حساب موجوده. یعنی خود این مرجع طرح خمس میده و ایشون فرمودن من 1 ریال از وجوهات استفاده نمیکنم. زندگی ما از حق و تالیف کتابام اداره میشه، مثلا تفسیر نمونه که خب میدونید هم مراجع اینجوری و از مرجع تقلیده. حالا تلفی که دیگه اون طبقات نه، یه مقدار باید انصاف داشته باشیم دیگه، انصاف باید داشت. بله، خیلی ممنونم استاد محمدی شاهرودی عزیز. خدا ما رو قدردان زحمات و تلاش ها و جهادهای علمی عزیزانمون، طلاب، علمای دینمون، مراجع بزرگواران قرار بده انشاءالله بیش از پیش. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. مدتیه که یاد گناهان و خوف از خدا باعث استرس و دلهره در وجودم شده و نمیدونم چطوری جبران کنم که در سرای آخرت دچار عقوبت الهی نشم و بخشیده بشم. از راهنمای شما ممنونم. این پرسش یکی از بیننده ها بود. علت این استرس و دلهره و ناراحتی اینه که ما شناختمون و معرفتمون نسبت به خدا، نسبت به معاد، نسبت به اصول دین کمه. هرچی که معرفت بالاتر میره ترس کمتر میشه. البته اون خشیت زیاد میشه ولی این دلهره و استرس اینها کم میشه. جهتش اینه که ما خدا رو نشناختیم. اگه خدایی که ارحم الراحمین، خدایی که از کنم که یغفر الذنوب جمیعا، حالا شما توبه کردید و خداوند حتما بخشیده، اگر شما اینها رو میدونستید و باور داشتید جایی برای دلهره نیست. باید بریم سراغ مطالعه و باور کنیم که خدا رحمان و رحیمه. باور کنیم که خداوند غفار الذنوبه، غفار صیغه مبالغه، اینا رو باور کنیم. مطلب دوم این که
اگر واقعا توبه کردید با همه شرایطش، یعنی از گناهی که انجام دادید پشیمان نیست که علالقاعده اینجوری است و تصمیم دارید دیگه به اون گناه بر نگردید تا ابد که علالقاعده اینجوری است و در حد توان هم جبران کردید، کار دیگه تمومه. از این به بعد وسوسه شیطانه. شیطان میخواد انسان اذیت کنه، دشمن قسم خورده دیگه. قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین. قسم خورده که انسان اذیت کنه. یکی از راه اذیتش همینه که انسان دچار وسوسه میکنه. خدا نبخشیده، خدا که خودش گفته من میبخشم نبخشیده، شما توبه نکردی، من انقدر از گناه پشیمانم که استرس گرفتم. از این به بعد باید انسان حواسش جمع کنه که شیطان میاد سراغش و اذیتش میکنه و باید به حرف شیطان گوش نکنه بعد از اینکه اون توبه کامل انجام شد. بعد اینکه اگه کسی از گناه توبه کرد، اون گناه پاک شده، به جاش توبه نوشته شده که توبه که از بهترین حسنات انسان میشه. اون انسان توبه کار محبوب خدا میشه. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. با توبه گناه پاک میشه. پیغمبر فرمودن التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسی از گناه توبه کرده مانند کسی اصلا گناه نکرده. التوبه تجوب ما قبله. توبه قبل از کلان از بین میبره، چیزی باقی نمیذاره. آقا فرمودن التوبه تطهر القلوب و تغسل الذنوب. توبه دلها پاک میکنه، گناهان رو میشوره، از بین میبره. ما بریم دنبالی که توبه کامل بشه، بعدم به این چیزها باور داشته باشیم، به این حرفها باور داشته باشیم که وقتی کسی توبه کرد میشه محبوب خدا و خداوند میبخشدش. دیگه در قیامت گناه رو نشونش نمیدن. گناه پاک شده، به جاش این توبه نشسته که از بهترین طاعات انسان همین توبه. الهی که خدا همه ما رو در زمره تائبین قرار بده. خب گفتن که آیا کسانی که سیگار میکشن دارن گناه میکنن؟ گناه به معنی فقهیش نه، مگر برای مراجعی که سیگار رو حرام میدونن. بعضی از مراجع هستن که سیگار کشیدن رو حرام میدونن. درست. انجام کار حرام گناهه. اما برای کسانی که حرام نمیدونن خیر، گناه نکرده ولی خب یک کار مکروه خیلی شدید الکراهت رو انجام داده، به بدنش ضرر زده و به مالش خسارت وارد کرده. کار عقلانی نیست که انسان بخواد پول بده تا مریض بشه. که مثلا فرض کن میگن که هر نخ سیگار 14 دقیقه از عمر انسان کم میکنه. حالا البته اینو بخواد ثابت بشه و قابل توجه باشه، نظر همه فقها میشه که حرام است. تا الان هنوز به این شکل ثابت نشده ببینیم که یک ضرر معتنابه و فاحشی داشته باشه. اگه داشته باشه بله حرامه و وقتی حرام شد میشه گناه. نداشته باشه هم حداقلش اینه که مکروهه و انسان عاقل پول نمیده که بخواد به بدنش ضرر بزنه، کار مکروهی انجام بده و هر نخ سیگار 14 دقیقه از عمر خودش کم کنه. خیلی خوب. خب عرضم به حضور شما که متاسفانه بعضی وقتا تو جامعه میبینیم یه چیزی و بین جوونا مرسوم میشه. مثلا الان سیگار کشیدن، من یه وقتایی حتی دست میگم جوونا، نوجوونا میبینم، آدم خیلی خیلی قصه دار میشم. مخصوصا حالا اون جوون خانوم هم باشه که دیگه قصه افزون تر میشه. خب اینا بیشتر تقلید خلق را تقلیدشان برباد داد. ای 200 تقلید 200 لعنت بر این تقلید باد. تقلیده اینا، یا تقلیده یا اینکه اطلاع ندارن. اگه اطلاع داشته باشن و بخوان عاقلانه رفتار کنن سیگار نمیکشن. اما بنده معتقدم اگر مثلا امام جماعتی بخواد تو در انظار مردم سیگار بکشه، دیگه پشت سرش نماز نمیخونن. با اینکه حرام عرض کردم که ما خیلی حرام نمیدونن، اما خلاف مروتی هست. سیگار کشیدن مثلا در جمع مردم قطعا خلاف مروته، پس نمیشه دیگه. حالا اینا اطلاع ندارن و تقلید هم فکر میکنه مثلا اگر سیگار کشید بزرگ شده. اگر سیگار کشید مثلا فرض کن
متشخص شده. حالا بعضی اینطوری فکر می‌کنن یا بعضی مثلا میگن ما استرس ها و اعصاب خوردیامون مثلا این سیگار رو میگیریم دستمون نه بدتر میشه. یه تلقین منفی علیه، یه تلقین چه میدونم والا. خب گفتن چیکار کنم که افکار منفی به ذهنم خطور نکنه، کمتر از 3 دقیقه هم اگه ممکنه باید پاسخ بدم. این کار این بهش میگن حدیث نفس. به مفاتیح مراجعه کنن. تو حاشیه مفاتیح اونجا که نوشته نماز حدیث نفس. آها. و اونجا دستورالعمل‌های گفته شده. حدیث نفس یعنی وسوسه فکری، وسوسه نظری. درست. که خب خیلی هم دردآور و خیلی هم سخته و اون کسی که مبتلا به این وسوسه شده هم میترسه، هم قصه میخوره، هم فکر میکنه کافر شده، فکر میکنه که مثلا و شیطان همین چیزا رو میخواد همینطوره. هی مرتب هی میاد جلوتر. او رو به مرز نابودی و هلاکت نزدیک کنه دیگه. به همین دلیل اولین گامی که این افراد برمیدارن برای درمان بی‌اعتنایی و بیخیالیه. اصلا اهمیت ندن، هیچ اتفاقی نیفتاده. یه حدیث ما داریم در حدیث مشهورمون از پیامبر هست که فرمود رفع عن امتی تس، 9 چیز از امت من مؤاخذش برداشته شده. امت به خاطر 9 چیز مؤاخذه نمیشن. یکیش همین حدیث نفس، وسوسه فکریه. گناه کسی نکرده، از دین خارج نشده، ولی که بدترین افکار به ذهنش اومده، وحشتناکترین و رکیکترین افکار به ذهنش اومده، گناه نکرده. پس به حرف شیطان گوش نکن که تو از دین خارج شدی، گناه کبیره انجام دادی. این یک، بیخیال بودن، بی‌اعتنا بودن. 2، ذکر درمانش، ذکر شریف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و ذکر لا اله الا الله و نماز حدیث نفس که اصلا تو مفاتیح هست. نماز صبح فقط نیتش نیت نماز حدیث نفس. و 3، ورزش کردن، مسواک زدن، سر رو با سدر شستن، برخی غذاها مثل انگور، مثلا انگور سیاه، انار که در روایت تا 40 روز وسوسه از سینه انسان خارج میکنه و از این چیزا زیاده. منتها عمده همون 2 تا اوله، بی‌اعتنایی و ذکر. و بهترین ذکر هم ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدا همه ما رو از شر شیطان رجیم و رانده شده حفظ بکنه و اگه میشه کمتر سراغمون بیاد. نه اون کارش هم اینه. اگه میشه کمتر سراغمون بیاد، نه دیگه اون که دیگه کارش رو انجام میده. خدا به ما توان بده که بتونیم ایستادگی کنیم، در مقابلش بایستیم و شکستش بدیم انشاءالله. خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم مثل همیشه. عواملی نداریم؟ التماس دعا. محتاجیم به دعاتون. خیلی ممنونم از شما. تشکر میکنم از این بابت که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. مراقب خودتون و خوبیاتون باشین.